الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبتوفيقه تتحقق الغايات، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا ومعلمنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه والتابعين إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پیش از آنه که یک جایه با شما دعا کنیم و بعداً صحبت امروزه را آغاز کنیم، اینجا خیلی برادرهای زیاده از راههای دور و نزدیک مهمان ما و شما هستند، چه از ریگر و چه از حصار و چه از دوشنبه و اولا همه این مهمان ها را از آن جمله برادر قاری امردین را به این مسجد خوش آمدند. خدای مهربان در هر یک قدم های این برادرایی که از راه های دور و نزدیک برای زیارت ما و شما می آیند، خداوند در هر قدمشان حسنات کتابت کند. باز خدای مهربان محبت عالم ها و محبت خودش و پیغمبرش را در دلی این مهمان ها خداوند باز هم زیادتر جایگیر بگرداند. اللهم طهر قلوبنا واستر عیوبنا واشفی مرضانا وقضی دیوننا وبیض وجوهنا وارحم آباءنا واجدادنا واغفر امهاتنا واصلح دیننا ودنیانا واحفظ اهلنا واموالنا من جمیع الآفات والامراض والبلایا. پروردگارا، این ساعتها چه ساعتهای پر اجر از ثواب، چه ساعتهای مبارک برای آن کسانی که دست به سوی درگاه تو می بردارند. پروردگارا، اولا دلهای ما را میل به سوی خودت بگردان و دلهای ما را ترساننده از ذات خودت بگردان و خدای مهربان در دلهای ما محبت ذات خودت را، محبت حبیبت را، محبت قرآن و اسلام را، محبت تمام مسلمین روی دنیا را خدایا جایگیر بگردان و در دل ما خدایا نفرت نسبت تمام کافرهای روی دنیا پیدا بگردان و خدایا از دلهای ما کینه و حسد را خالی بگردان و خدایا ما عیب داریم، گناه داریم، سهو داریم، لغزش ها داریم. خدایا در دنیا و در آخرت اینها را پرده پوش بگردان، ما را شرمسار مگردان. خدایا روز قیامت دو طایفه هست، یکی طایفه سیاه روی ها، یکی طایفه روی سفید ها. خدایا ما را از همان طایفه هایی که روی های اونها نورانی و سفید است از همان طایفه بگردان و خدایا روز قیامت دادن اعمال است، نامه اعمال است. خدایا این دست هایی که امروز به سوی تو پریشان هستند، خدایا آن نامه‌ای که به دست چپ داده شد وای به حال اون بنده. خدایا نامه های اعمال ما را اولا پر از اجر و ثواب بگردان و بعدا به دست راست بر این جمعیت ما نصیب بگردان و خدایا روز قیامت وقتی که ما سر از خاک می برداریم خودمان را در صف پیغمبرها، در صف علما،
در صف شهدا دیدن را خدایا برای ما موفق بگردان و خدایا عدل و انصاف را در بین این جمهوری ما، در بین رهبریت ما، در بین تمام مسلمین حکم فرما نگه بدار. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمدلله که ما و شما باز به یک جمعه نو، به یک روزی که پیغمبر خدا گفتند مکفرات لما بینهن اذا اجتنبت الکبائر. این روز جمعه را گفت روزی هست که تمام یک هفته اینه گناه های شما را، لغزش های شما را خدای مهربان به خاصیت این روز، به حرمت این روز کره میگرداند، نابود میگرداند. الحمدلله که ما به این روز سید رسیدیم و از خدای خود تمنا داریم که این گونه روزها را برای ما باز بیشتر بگرداند و حیات ما را دراز کند که باز چند جمعه دیگر را سپری کنیم تا که گناه های ما را پروردگار نیست و نابود بگرداند. ما الحمدلله که 3 جمعه در باب استفاده از خمر یعنی عرق، بدبختی او، ضررهای او، از آیتهای قرآن، از احادیثهای پیغمبر، از قصه های عبرت انگیز برای ما صحبتها داشتیم و در آخر فقط پیش از آنی که امروز سوال و جواب هایی که داریم برای شما شنوانم، در آخر فقط همین گفتنی هستم که حبیب خدا فرمودند ان الله قد حرم الخمر فمن ادرکته هذه الآیه وعنده شیء منها فلا یشرب ولا یبیع. پیغمبر خدا اعلان کردند، حبیب خدا به تمام مسلمان ها، به تمام پیروان خود، و کسانی که میگویند امروز ما امت محمد صلی الله علیه و سلم هستیم، به تمام آن کسانی که میگویند خدا یک و یگانه است، به تمام آن کسانی که امروز به قرآن مجید اعتقاد دارند، باوری دارند، به اونها خطاب دارد. یعنی به این جمعیت ما و شما چی میگوید؟ ان الله قد حرم الخمر. یقین دانین همون ذاتی که شما را آفرید، همون ذاتی که شما را پرورش کرد، همون ذاتی که برای شما حیات داد، آن ذاتی که شما را امروز میپوشاند، آن ذاتی که امروز شما را میخوراند، آن ذاتی که امروز شما را صاحب فرزند کرد، انا همون ذات سپارش داد. چی سپارش داد؟ به تمام بندگان من بگو که این زهر قتال، این عرق برای اونها حرام گردانیده شد. حرام. فمن ادرکته من هذه الآیه، حبیب خدا گفتند اگر کدام شخص از حرام بودنی عرق از آیتهای قرآن با خبر شد، یعنی کدام شما اگر سوره مائده را شنیدید، من برای شما تلاوت کردم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انما الخمر والمیسیر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. خداوند این عرق، این فالبینی، این بت پرستی را، اینها را برای چی قمار را برای همه بندگان خود حرام اعلان کرد و گفت فاجتنبوه لعلکم تفلحون. اگر تو راحت جنت میخواهی، اگر تو از نعمتهای جنت میخواهی، اگر برای تو آن کدهای زیبا و آن آبهای شیرین جنت لازم باشد، در دنیا از عرق پرهیز کن. این سوره را اگر این آیت را کلام شما شنیده باشین، حبیب خدا میگوید
فمن ادرکته هذه الآیه، شنیدید آیت را، سخن خدا را شنیدید. در دوامش چی گفتند؟ عنده شیئا منها، اگر مبادای بعد شنیدن این آیت در خانه تو عرق بود، در دکان تو عرق بود، یا نیتی تو این بود که فردا توی میکنم عرق میتم، یا اینکه با این عرق سر و کار داشتی، امروز شنیدی حبیبی خدا گفت فلا یشرب ولا یبیع، من غمخوار شما هستم، من مهربان نسبت امتم هستم، از این خاطر میگویم که دیگر ننوش و دیگر نفروش. حبیبی خدا حکم کردن نفروش دیگر. شنیدی حکم خدا را، شنیدی، باز ایست گفت فلا یشرب، دیگر ننوش، ولا یبیع، دکان تا بسته کن، شیشه های عرق تا همشه در جبار شکسته بریز، نابود کن، دیگر اونها را نفروش. اگر برای تو راحتی جنت لازم باشد، اگر برای تو شفاعتی پیغمبرت لازم باشد، این سپارش حبیبی خداست. زیرا حبیبی خدا میگوید کل امتی یدخلون الجنة الا من ابا، همه امتی من وارد جنت می شود مگر آن کسانی که سرکشی میکنند، وارد آن کسانی که سرکش هستند، آن کسانی که وارد شدن جنت را نمیخواهند. قیل یا رسول الله و من یعبا، ای حبیب خدا آیا این گونه بنده بدبخت و روسیای وجود دارد که وارد شدن جنت را نخواهد؟ پیغمبر خدا گفتند من اطاعنی دخل الجنه و من عصانی فقط ابا، کسی در دنیا سخن مرا گوش کرد، کسی سخن مرا شعار اسلام دانست، کسی مرا همچون پیغمبر احترام کرد، او وارد جنت می شود. لیکن کسی سخن مرا می شنود لیکن اهمیت نمی دهد یا با او تکیه نمی کند، این انسان انسانی هست که وارد جنت نمی شود. من احب سنتی فقط احبنی و من احبنی کان معی فی الجنه. پیغمبر خدا گفتند کسی که سنتی مرا دوست می دارد او مرا دوست می دارد، کسی مرا دوست داشت او همراه من در جنت است. کاری کنیم که از سخنهای پیغمبر خدا دور نشویم، کاری کنیم که سپارش این معلم ما نه اجرا کنیم، تا که فردا نگوییم که ما نشنیدیم، یا نگوییم که این چی بلا بود که به سر ما آمد، دیگر فایده ندارد. حبیب خدا میگه ان الله یغار، خداوند شما خشمگین می شود، پروردگار شما را قهرش کشاده می شود. کدام زمان؟ غیرت الله ان یأتی المرء ما حرم الله علیه. پیغمبر خدا گفتند زمان قهر پروردگار کشاده می شود، زمان خداوند بالای بنده غضب میکند که وقتی که با حرام کرده اون نزدیک می شود. وقتی تو با عرق سر و کار داری، وقتی در دکانت عرق داری، وقتی در خانت عرق داری برای آمدن مهمان یا دیگر نیت هایی که با عرق داری، یقین دان که پروردگار تو تا زمانی که تو معامله با عرق داری بالای تو خشمگین است، بالای تو قهر دارد، بالای تو غضب دارد. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة واعد لهم عذابا مهینا. خداوند میگوید خبر بده ای محمد صلی الله علیه و سلم، این بندگان امروز مرا دیدن نمیتوانند، و تمام اینها خبر بده کسانی که خدا را آزار میتن، کسانی که پیغمبر را آزار میتن. آزار دادن این است که سخن اونها را گوش نمیکنیم، سخن خدا و پیغمبر ما و شما عمل نمیکنیم، اطاعت نمیکنیم. کسانی که گفت پروردگار، کسانی که خدا را آزار دادن در دنیا سخن او را نگرفتند، پیغمبر را آزار دادن سخن او را نگرفتند. لعنهم الله فی الدنیا والآخره، پروردگار اونها به این طایفه لعنت کردگی است، چی در دنیا و چی در آخرت. لعنت الهی امین است که شما از رحمتش دور هستین.
این از سوره احزاب است. و اعد لهم عذابا مهینا، خدا گفت برای او چی یک عذاب دردناک، چی یک عذاب خار کننده منتظر است برای آن کسانی که حکم مرا در دنیا اجرا نکردند، عمل نکردند، و سخن من گوش نانداختند. خدا رحمت کند صاحب مختصره کتاب طهارت دارد و حضرت میگوید و خرع طیر یؤکل فطاهرون الا الدجاج فانه غلیظ کسائر ما خرج من المخرجین و الدم و الخمر. صاحب مختصر چی میگوید؟ میگوید اگر مبادا یک پرنده که گوشتش حلال است اگر در بدن شما یکی نجاست کرد، نجاست او قطع نماز خواندن درست است. الا الدجاج، مگر اگر نجاست مرغ در بدن شما زد فانه غلیظ، و این نجاست غلیظه است، با اون نماز خواندن جایز نمی شود. حکم نجاست مرغ به چی برابر کرد؟ کسائر ما خرج من المخرجین، حکم نجاست مرغ گفت مثل حکمی از پیش و پس آدم آن نجاستی که میبراید حکم همون دارد. و الدم و الخمر، خون مک و عرق گفت حکم نجاست دارد. تصور کنین انسان چی شرف دارد، انسان چی بزرگی دارد. خدا در قرآن میگوید ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر والبحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر مما خلقنا تفضیلا. پروردگار چی میگوید؟ من فرزند آدم چی مکرم ساختم. این ما و شما فرزند آدم، ما و شما هستیم. انسان هم میگه چی مکرمش ساختم، چی بلند همتش کردم، چی با قدرش کردم، چی با شرفش کردم. حملناهم فی البر والبحر، حتی اگر در خشکی میگه خداوند قدم زند برای او من اسب آفریدم، برای او من خر آفریدم، برای او بهترین ماشین ها را روان کردم تا که در اونها سوار شود. فی البحر، اگر سفری بحری داشته باشد برای اونها کشتی ها دادم که بالای کشتی ها سوار شوند. در خشکی ها و در بحری ها عذاب نکشه انسان، برای که قدر او را ما بلند کردیم. و رزقناه من الطیبات، خدا میگه از طیبات ما اونها را رزق دادم، یعنی بهترین نعمت ها را برای انسان ما حلال گردانیدم. و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، بالای دنیا را چی مخلوقات زیاد دارم. همون 18,000 عالمی که میگوییم، خدا میگوید بین همون 18,000 عالمی که آفریدم بهترینش فرزند آدم است. انسان با قدر کردم. تصور کنید همین آدمی را که خدا تعریف دارد در پیشش نجاست خورده ایستاده است، آیا همین شرف پس نمیکنه؟ همین قدر انسان پس نمیکند؟ عرق صاحب مختصر با حکم نجاست انسان مقایسه کردند. در پیش آدمی با شرف نجاست ایستادگی، نجاست می نوشد، نجاست می خورد. قدر بینین، منزلت بینین. حضرت عیسی موسوی میگوید بار به سوی زنش گفت تو اگر از ماهتاب دیده زیبا نباشی تو به من طلاق. وقتی این سوال در بین مردم که انتشار شد، تمام عالم ها آمدن، عاجز آمدن، گفتن آخر از ماهتاب دیدن هیچ چیز زیباتر نیست. این زن به تو ابدی حرام شد، دیگر این زن تو گرفتن نمیتانی. لکن حضرت امام اعظم خدا رحمت و مغفرت چون کند، صاحب مذهب ما و شما را یکی از شاگردهاش میگوید از جا خیست، گفته عیسی ابن موسوی این زن برای تو حلال است، این زن به تو طلاق نشد. گفت سببش در چیست؟ دلیلش در چیست؟ گفت خدا در قرآن گفته است لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ما آدم از همه چیزی روی دنیا زیباتر آفریدیم. از مهتاب هم دیده، از آفتاب هم دیده، از ستاره ها هم دیده، از همه مخلوقات روی دنیا فرزند آدم زیباتر است. این مهتاب در پیش آدم عاجز است. این قدر شرف، این قدر منزلت، در دستمان عرق، در خاندانمان عرق،
در پیش ما نجاست، انسان نخواه با این منزله بود. این قدر ما را پس میکند، منزلت ما را پس میکند، هیچ فایده نداره. چون این فرمود آن مالک دینار و سوی سالکان جمع اخیار. حضرت مالک ابن دینار چی گفتند؟ که در بعض کتبش حق بفرمود به اهل ابن آدم کرده ام جود، چنان فضلی که بر آدم بدادم به جبریل و به میکائیل ندادم. خدا گفته است آن منزلتی که من به آدم دادگیم، اینقدر محبتی که من به فرزند آدم دارم، به جبرائیل و به میکائیل که ملائکه مقرب درگاهند به آنها ندارم. بگذار این قدر ما ابدی باقی ماند. کاری کنین این منزلت از دست ندین. جایی که محمد صلی الله علیه و سلم رفت، فرشته ها عاجز بودند. حضرت سعدی میگوید مگر آدمی نبودی که اسیر دیو ماندی؟ انسان میگوید بیدار شو، تو چقدر زیبا داری، چی اینقدر منزلت بلند داری، تو بیدار شو. میگوید آخی تو چرا پیروی شیطان شدی؟ چرا تو این شیطان به خودش اسیر گردانید؟ مگر آدمی نبودی که اسیر دیو ماندی؟ که فرشته راه ندارد به مکان آدمیت. وقتی محمد صلی الله علیه و سلم شب معراج صعود کرد، بالا شد، عروج کرد، وقتی از قریبی سدرة المنتهی که آمد، حبیب خدا خود پیش رفت. وقتی پس گشت جبرائیل ندید. و جبرائیل کجا شدی تو؟ این مکان، این زمان جایی هست که محمد خالی مانی. جبرائیل چی گفت؟ قدر آدم بینین، محمد آدم بود صلی الله علیه و سلم. حضرت جبرائیل گفتن لو تقدمت شبرا لاحترقت. قسم به عظمت پروردگار گفت اگر یک وجب از همین مکانی که دارم پیش روم، به خدا قسم 600 بالی من میسوزد. اون طرف حق توست، گفت محمد بالا رو. از این خاطر سعدی میگوید طیران مرغ دیدی؟ انسان میگوید تو قدر تا گم کردی، تو عقل تا خوردی، تو پرنده را پرواز شدیدی، مفتون شدی. پرنده را دیدی در آسمان، حیرت نماندی. طیران مرغ دیدی، تو زی پای بند شهوت بدرای تا ببینی طیران آدمیت. تو از راهای شیطان بهره شو. خدا تو را فرمان داد لا تتبعوا خطوات شیطان انه لکم عدو مبین. این دشمن آشکارای شما شیطان. با سخنهای او و با نقشه های او قدم نزن. اگر تو از نقشه های او بیرون شو، نگاه کن آدم چگونه پرواز میکنه. این منزلت خدا بر ما داده است. افسوس که امروز با قدر این منزلت نمیرسید. بهترین نعمتی که خدا انسان داده است این عقل هست. عقل. پیغمبر خدا را حضرت میگد عمر ابن کعب، حضرت با همراه حضرت ابو هریره خاندانش آمد و یا رسول الله ما اعلم الناس، از همه داناترین مردم کیست؟ حبیب خدا چی گفتن؟ العاقل، کسی که عقل داره. من اعبد الناس، از همه بنده نیکترین کیست؟ العاقل. پیغمبر گو عاقل است، آدمی با عقل. من اکرم الناس و من افضل الناس، از همه فاضل ترین مردم، از همه مکرم ترین مردم کیست؟ پیغمبر چی گفتن؟ العاقل، آدمی عاقل. لكل شیء آلة، حبیب خدا گفتن و آلة المؤمن العاقل. هر یک چیز یک نشانه دارد گفت، لیکن نشانه فرزند آدم این عقل هست. لكل قوم راع، هر یک قوم گفت پیشوای دارد و راعی المؤمن العقل، لیکن پیشوای گفت مؤمن این عقل هست. همون عقل، همون نعمت
آدمای عرق نوش در حالت عرق از دست میدهند، همون عقل نابود میشد، همون نعمت از دست میرود. در کتاب ها میگوید از همه ببینین بدبختترین میگد عرق بینین که در حالتی که عرق می نوشد تمام سیری دولت را می فروشد. آدمایی که عرق نوش هستند در حالتی که همون عرق می نوشند تمام آن سیر سودایی که دارند، چه از دولت باشد، چه از کارخانش باشد، چه از حیاتش باشد، همش می فروشد در حالتی عرق نوشیدن. از این خاطر برادرای عزیز، من آدمای عرق نوش همچون گمراه میگم، همچون آدمای در غفلت میگم، لیکن شما را خداوند وظیفه داده است، هر کدام شما، نه یک حاجی میرزا. این تنها وظیفه من نیست، این وظیفه هر کدام شماست. باید که آن انسانهایی که امروز عرق می نوشند، عرق می فروشند، وظیفه هر کدام شما همین است که وظیفه پیغمبر گفتند انما انا مبلغ والله یهدی، من با این قدر شرافت، با این قدر منزلت مبلغ هستم، تبلیغ کننده هستم. از این خاطر این تبلیغ مبلغ وظیفه هر کدام شما هست، اونها را باید تبلیغ کنید. حضرت علی را پیغمبر خدا چی گفتند؟ فوالله گفتند لأن یهدی الله بک رجلا واحدا خیر من حمر النعم. ای علی گفتند قسم به پروردگارم گفت اگر از دست تو یک آدم عرق نوشی را بس کند، یک آدم عرق فروشی را بس کند، یک آدمی بی نماز اگر نمازخوان شود، قسم به عظمتی پروردگار از یک اشتر در راه خدا خیر کننده دم، این ثوابش بیشتر است. یک اشتر اگر رویم شما در اون زمانهای پیغمبر شاید $1000 و $2000 بود. اگر شما یک آدم در راه راست اگر هدایت کرده توانین، این ثواب خداوند به شما نصیب میگرداند. در کنار نیستین، این وظیفه هر کدام شماست. امروز حتی همون عرق نوشان خودشان میدانند که عرق ضرر دارد، لیکن برای اونها یک مبلغ در کار، یک تبلیغ کننده در کار، اونها را فهماندن در کار. انشاءالله با همین صحبت خمر در باب خمر کفایت کننده هست، بسنده هست. از این دیگر شاید من بهتر فهمانده نتوانم. شکر خدا که همه آن چیزی که بود حقیقت شما به سمع شما رسانیدم. دیگر اون جانبش به شما وابسته هست، به توفیق شما وابسته هست. اگر عمل کنین خوش به حالتان، اگر عمل نکنین از ذمه ما این مسئولیت برداشته شد. فردا انشاءالله اگر پروردگارم از من هم که سوال کند، من انشاءالله با این زبان دراز خود میگویم که من آن چیزی که از نزد تو بود به گوش همه بندگان تو رسانیدم. میخواهم دیگر وقتی زیاد نگیریم و آن سوالهایی که در پیش من است در جواب اونها را مختصرا به سمع شما میرسانم. السلام علیکم داملای محترم، من میخواهم که از شما سوال کنم آیا درست است که زنی کودک میده داشته راست ایستادن نماز خوانه؟ زن نابسته وی کودک میده دارد، کودک کلان دارد، فرقی ندارد، نماز در ذمه همه راست خواندنش فرض است، چی در ذمه مرد باشد چی در ذمه زن باشد. من بار گفته بودم باز میگویم، کسی این عملی خیلی نادرستی را در بین مردم ما، در عقیده مردم ما جای کرد، باور کنید در نزد پروردگار او جوابگر است که زنها باید نشسته نماز خوانند، زنها راستا نماز میخوانند. اگر آن درد یا مشقتی که اگر در مردها هم که پیدا شد، مردها را هم رخصت از نشسته خوانند. اگر حالت راستا خواندن نمیشود، چی زن باشد چی مرد، نشسته نماز خوان، نشستن دل میشود، دراز بکش بخوان.
کودکی میده دارد، کودکی میده ندارد، حامله دار است، فرقی ندارد، باید نماز راستا خواند. در وقت طهارت داشتن کودک را مکاندن واقع ندارد. در حالت طهارت با بهترین صورت شمین است که اگر کودک در حالت طهارتش اگر بمکاند باز این نور بالای نور میشود. مادر عبدالله انصاری را وقتی گفتند فرزند تو میدانی که یک عالم زبردست شده است، امروز مفسر قرآن است، امروز محدث است، گفت از این باید زیادتر میشد، زیرا هر باره که من عبدالله را می مکانیدم حتمی طهارت میگرفتم، باید از این زیادتر او میشد. از این خاطر خوش به حال اون مادرهایی که ساعتی همون مکاندن کودکها را میدانند و پیش از او رفت انشاءالله این زن چی در اسلام چی در همون پدر و مادر خدمتگار می شود. سوم، درست است که زنی کودک میده داشته عصر یا خفتن را بر وقت خواند. اینا همه خرافات، همه اینا دروغ. نماز وقت برای همه، چی زن چی مرد وقت دارد. بر وقت خواندن عصر خفتن ما در یگان مسئله و در یگان حدیث ندیدیم. دیروز یک برادر دیگر سوال کرد که از قرغان تپه سوال کردن که آدم حامله دار باید که دست زنها را آب نگیرن که حیات همه اونها می سوزد. این دروغ بینین. این مسئله تماما ممکن نیست. اینا را هست در بین مردم، همین سخنها بوده است. یا آدم حامله دار باید که دست مردم آب نگیرد، دست همون زنکایی که همراهش نشستگی هستند. اینا همه دروغ هستند. السلام علیکم اکای حاجی میرزا، من یک مخلص دائمی شما. یک گروه آدمان میگویند که اگر غسل کنی برای نماز طهارت نکرده با همان غسل کرده نماز خوانی رواست. آیا این درست است یا نادرست؟ در همین عبارات مختصر میگوید که فرض غسل یعنی انسان وقتی غسل از جنابت میکند، فرض غسل این است که دهان شوید و بینی آب گیرد و تمام بدنش شوید. یعنی همین سه فرض در غسل فرض است. یکی شستن تمام بدن، یکی دهان آب گرفتن، یکی بینی آب گرفتن. و سنتش این است که پیش از آنی که آبازی میکند باید که نجاست دور کند، نجاست هایی که در بدنش آزاردهنده هست. بعد از آن طهارت میکند، یعنی پیش از آبازی کردن اول طهارت میکند. الا رجلیه، مگر پایهاش نمیشود. ثم یفیض الماء علی بدنه ثلاثا ثم یغسل رجلیه لا فی المستنقعین. بعد از آن آب از تار سرش ریختن میگیرد از بالای سرش. بعد از آن در دوام همون آبازی پایهاش میشود، تمام به همین صاحب طهارت میشود. یعنی آدمی که اگر خواهد که غسل از جنابت کند، عادی کرده گوییم سه فرض باید که ترک نشود. یکی شستن دهان، یکی شستن بینی، یکی تمام بدن باید که آب رسانیده شود. این فرضهای غسل است. سنت غسل چی است؟ پیش از غسل کردن اول حاجت خانه می رود و بعد حاجت خانه آمدن، چی در حالت بلباسیش چی در حالت بلباسیش طهارت کند. همه بدنش شوید، فقط پایهاش نشوید. آخر در وقتی که آب از بالای سرش ریختن میگیرد، همون آخر در وقت پایهاش که شست، تمام هم صاحب از غسل بیرون شد، هم صاحب طهارت شد. اگر انسان‌هایی که آبازی عادی میکنن، نه غسل جنابت، همون آبازی که میکنن به طهارت هم که اگر همون آبازی کنن، همون آبازیشون از طهارت حساب میشه. السلام علیکم اکای حاجی میرزا، ما یک گروه مخلصان دائمی شما از بولیان پایان ناحیه دنغره از شما سوال کردنیم که آیا پولی که در فوتبال یا والیبال مانده می شود حلال است یا حرام؟ و پررگی با سوال ما جواب دهید.
هر چیزی که اگر پولکی شد او قمار میشد او حرام است. هر چیزی که نباشه، هر بازی ده که اگر پول ماندن او علاکه او بازی، اگر چند نزد بازی ها همش نزد مذهب ابو حنیفه مکروه تحریمی هستند. یکی وقتی پول مانده شد او علاکه ای میسیر، یعنی از قمار حساب می شود. او علاکه پول قمار می شود، او حتمی حرام است. وقتی پولی که به شرط میمانین، شرط میکنین که اگر این گروه بالای این گروه غلبه آید، مثال من 100 سامانی میدهم، انا همون 100 سامانی حرام است. دوم، آیا پولی که از بازار یا از راه یافته می شود حلال است یا حرام؟ التماس در همین جمعه جواب گویید، ضرور است. و در آخر در حق مخلصان دعای خیر نمایید. البته آن پولی که از راه ما میابیم، چه از بازار باشد چه از راه ها، این پول همچون مال امانت حساب می شود. این پول باید در دست ما باقی ماند. عزیزان ما و شما میگویند که بعضی عزیزان ما و شما، بعضی صحابه ها حتی روایت ها کردند که نبرداشتن همون پول از زمین بهتر است. لیکن علمای ما و شما متأخرین گویم، عالم هایی که بعد پیغمبر خدا با وجود آمدن، اینها میگویند بهترش برداشتن است، زیرا شاید در دست یگان ظالم میزند که دیگر اون پول نابود شود و به صاحبش برگردانده نشود. از این خاطر همون پولی که یافتین همون را گیرین در دستان و اعلان کنین که من یک مبلغ یافتم. صاحبش که یافت شد مبلغ شکیگو به او پس میگردانی. حضرت امام مالک و حضرت امام محمد، حضرت امام شافعی میگوین 1 سال باید که آدم انتظار کنه. لیکن مذهب ابو حنیفه میگوید به اکثر گمان، یعنی همین قدر زیاد میستیم که گمان من میراد که دیگر صاحب همین پول از پولش سراغ نمیکند. انا این حالت اگر مسکین باشیم در جان خودمان صرفش میکنیم، اگر مسکین نباشیم بعد همون مسکینا و فقیرها را صدقش میکنیم. وقتی صدقش کردیم یکی صاحبش پیدا شد، انا این حالت ما ضامن میشیم، اون پولا بعد پس میگردانیم. فهمیدین نه؟ السلام علیکم داملای شیرین سخن. من که مخلص ارشدی شما می باشم، از شما خواهش دارم که در این روز جمعه که سعید روزها می باشد از تحت دل به من دعا دهید، چون که مهر و محبت خداوند در دل من صدقاً جای گیرد. با احترام مخلص شما. خدای مهربان این برادری که از ما دعا طلب کردن، خدا محبت خودت را، محبت پیغمبر و حبیبت را در دلش جایگیر بگردان و صدقاً خدای مهربان این بنده خدا مسلمان بگردان. آمین یا رب العالمین. این برادرایی که از بلیان پایان می آیند و دعای خیر گفتند، خدای مهربان در هر قدمشان حسنات بنویسی، عمرشان دراز بگردانی، توفیقشان رفیق بگردانی و از هر گونه آفت ها خدای در حفظ امان و نگهشان بداری. آمین یا رب العالمین. خدای مهربان صفی شما بر این عالم های اسلام را به حرمت رسولت، به حرمت حبیبت زیاده گرداند. راستی داملای مهربان مخلص شما در دوشنبه شهر خیلی زیاد شده است. عمر شما را خداوند دراز گرداند. از سخنان شما شخصان زیاد پرهیزکار شدند. از شما خواهش میکنم که نسبت مادر بر این درس های تربیوی لازم شده است کمی هم باشد روشنی اندازه. مخلصان دائمی شما تویچی خان و شمشیر از دوشنبه شهر. این برادران می توانند که در باب مادر ما صحبت های خاصه داشتیم، در باب احترام پدر و مادر. نیک می شود که این برادرها همان کسیته ها را یابند، از اونجا مفصلتر و روشنتر انشاءالله شما درس گرفته می توانید. زیرا در این مدت اندک ما فضل مادر را هیچ بیان کردن نمی توانیم. بهترین صورت شمین است که همون کسیته ها را نظر کنید، انشاءالله در اونجا همه حدیث و همه آیت ها در باب پدر و مادر آمدگی هست. مهمانان از شهر دوشنبه. السلام علیکم داملای محترم. از شما التماس میکنم که به سوال من پرره جواب گردانید. مادر داشتم نمازخوان بود، در عین جوانی از عالم درگذشت. پدرم که کتابخوان بودند بعد از 5 ماه فوت مادرم از ما فرزندان ناپرسیده به خانه زن آورد.
براستی که مایندر و ما چشم دیدن ندارد و ما فرزندان از چنین بی حرمتی نسبت ما کردن از طرف پدر را دیده بعد سال مادرم را گرفتن از خانه برآمده رفتیم و هر باری که به عیادت پدر می رویم از رفتن پشیمان می گردیم. آیا در این کار پدر ما گناهکار است یا خود ما؟ البته پدر شما گناهکار است. وقتی پدری که برای مثال خاطر همون زن از فرزندهای خود میگذرد و فرزندهای خود توجه نمیکند، حالان که پیغمبر خدا میگه کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیه، هر یک پدر و مادر از این فرزندها روز قیامت پرسیده میشود. از این فرزندهایی که به خاطر یک زن که اینها از خانه برآمدند به ترتیب شدند، از دین آیین اسلام بیراه شدند، بی حیا شدند، بیراهگر شدند، در اینها پدر ضامن است، پدر گناهکار است. لیکن به هر حال این جوانها معنای را ندارد که پدر که گناهکار شد اینها به هر یک جنایت دست دادن گیرد. امروز که شما را خدا عقل داده است، از این گونه معامله ها باید که شما عبرت گیرین. این باید برای همه مردم درس شود. در اصل بسیار سوال ها می آید، وقتی مایندر آمد دیگر اون خانه برای فرزند جای نیست. این معلوم می شود که این زن برای خدمت پدر نه آمده است، برای گرفتن همون خانه آمدگی است. اگر وای برای خدمت این مرد می آمد، اگر از برای خدا می آمد، این فرزندا را مثل فرزندش احترام می کرد. این فرزندا را آغوش گرم مادر می فارد. و حکم تقدیر امروز از مادرشان جدا شدن، این خودش یک مصیبت کلان. باز از خانه پیش کردن این مصیبت بار کلان بالای اونها آوردن در نزد خدا. این زن هم جوابگر است. بسیار بچه های را دیدیم که از همون زن نیستند، لیکن در همون زن خدمتگار شدند. از فرزندهای خودش دیدن همون فرزندهای گویم از همون مرد به این زن باز خدمتگار شدند. البته فرزند انسان عقل دارد، وقتی میبیند مهر و محبت همون ماینده را مثل مهر و محبت مادرش البته احترامش میکند. السلام علیکم دوستان عزیز. ما یک گروه مخلصان شما هستیم. در دوشنبه کسبمان رانندگی در داخل شهر مسافرکش یعنی مشروط که داریم. یک رفیق داریم آدمی سخی هست، لیکن باز دادگیش را منت میکند. آیا از دست این گونه شخص ها صدقه را قبول کنیم یا نه و حال اینها چی می شود؟ البته منت گفتی حضرت جامی را میگذاریم، خدا رحمتشان کند. در باب منت چی مصرع‌های عجیبی گفتند. منت کردن این است که یک کس مال میتی و باز منتش میکنی. میگوی اگر همین مال من نمیشد تو مثال به اون مرتبه ها نمیرسیدی. این یک کاری میکنی که همون با اذیت است، با دشنام است، با سخن است، مال دادگی تا منت میکنی. حضرت جامی را خدا رحمت کنه میگه با دندان رخنه در پولاد کردن. پولاد میدونین که یک آهن خیلی سخت است، او را با دندان رخنه کردن کار آسان نیست. حضرت جامی میگوید که انا همون پولاد من با دندانم رخنه میکنم. با دندان رخنه در پولاد کردن، با ناخون راه در خارا بریدن. خارا را میدونین سنگ خارایی که از سنگ های سخترین است. میگوید با همین ضرب ناخون که سنگ خارا را بریده نمیتواند، لیکن میگوید همین مشقت من بزیمه دارم، یعنی با همین ضرب ناخونم راه خارا بریدن. فرو رفتن به آتشدان نگونسار و پیلکی دیده آتش پاره چیدن. اگر یک آتشدان باشد، یک چکدان باشد پر از آتش،
میدانم که اونجا عذاب است، اونجا عاقبتش هلاکت است، همونجا من پرتافتن خودم قبول دارم. با پیلکی دیده آتش پاره چیدن، این پیلک، این میژه ها قطعی آتش پاره چیدن آسان نیست، یعنی همین کار مشکل هم میکنم. با فرقی سر نهادن 100 شتربار، ز مشرق جانب مغرب دویدن، بالای سرم 100 شتربار میمانم. از مشرق به مغرب که میلیون ها کیلومتر است میدوم. در آخر چی گفتند؟ بس بر جامع آسان تر نماید که بار منتی دونان کشیدن. همه این گو برای من آسان است، همه این انجام میتم، لکن بار منت نمی کشم. منت گو قبول ندارم، منت ده طاقت ندارم گفتند. البته آدمی که اگر ذره اگر فراست داشته باشد، اون کس منت برداشته نمیتواند. خداوند در قرآن میگوید استعیذ بالله ولا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذاب. شما آن صدقات هایی که میکنید به منت و به آزار باطل شان نکنید. یعنی وقتی شما خیر احسان میکنید در خانه هاتان، چه از معرکه هاتان، چه از یاردم یک برادرتان، وقتی او را که منت کردین، الله که چی شد؟ از ثواب شما محروم شدین. دیگر اون 1000 سامان و 10,000 سامانی که دادین و منت کردین، تصور کنین که شما دیگر خیر و احسان نکردین. پیغمبر خدا که این حدیث ابوذر روایت میکنه، میگه ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولهم عذاب علیم. 3 طایفه از گفت پیغمبر که اینها قطع پروردگار روز قیامت صحبت نمی کند، اینها را به نظر رحمت نظر نمی کند، ولا یزکیهم، اینها را پاک نمی کند. باز اینها در خداوند عذاب وزنین و دردناک می دهد. این 3 طایفه کی است؟ المسبل ازاره و ثوبه اسفل من الكعبین للخیلاء. پیغمبر گفتن کسی که اگر پاچه همین بروک شه، پاچه ازار شه، اگر از استخوان همین پایش که بجلک میگه ما و شما، یا لباس های کرته های درازی که دارن، بسیارتر عرب ها میپوشن کرته های درازه، اگر از همین بجلک های پا اگر پایان تر باشد و نیتش کبر باشد، یک گروش انا همین است که در روز قیامت در عذاب پروردگار دچار میشه. امروز بینیم بسیاری ما و شما احتیاطاً همون پاچه های بروک ما بالا میکنیم تا که در همین وعید داخل نشویم. لیکن کسی اگر از حساب کبر اگر این پاچه های بروک کشال کند، در همین وعید داخل میشود. دوم، والمنفق سلعته بالحلیف الکاذب. دوم گروهی که در این وعید داخل می شود، در این عذاب داخل می شود، سوداگری هست که با قسم مالش می فروشد، قسم می خورد، هر گونه حیله ها را استفاده می برد، سوداگر خریدار مفتون خودش میکند و مالش می فروشد. اینا هم روز قیامت در عذاب خدا گرفتار هستند. سوم کیست؟ والمنان، کسی که منت میکند، کسی منت میکند، اینم در همین وعید داخل میشه. برادر میگه سخی هیچگاه منت نمیکنه، میگه برادر من سخی هست لیکن دادگیش منت میکند. سخی هیچگاه منت نمیکند. در قصه ها می آید که بار میگه عبدالله ابن جعفر خیلی آدم با دولت بودن و پیشی میگه یک باغی گذاشتند، خیلی باغی زیبا بود. نگاه کردن یک مرد در داخل همون کار میکند، دروازه همون باغ کشادند و وارد باغ شدند که در برابر عبدالله جعفر یک سگ دیگه هم میگه در آمد. وقتی عبدالله جعفر آمد، این مرد پرسید تو کی هستی؟ گفت من یک خدمتگاری هستم، این باغ یک صاحب دارد، من در زیر دست او کار میکنم. گفت
چی کار میکنی؟ گفت همه همین درختایی که میبینی همه در ذمه من است. وقتی میگه صحبت داشتیم عبدالله جعفر یک نان میگه گرفت همین غلام و در پیش سگ پرتاف، باز میگه نان دوم پرتاف، سیوم نان پرتاف، سه نان در پیش همین سگ پرتاف. عبدالله میگه از این غلام پرسیدم یک روزه حق مهنت چند است؟ گفتم این سه نان است. گفت آخر این سگ دادی خود چیکار میکنی؟ گفت این سگم بیچاره گفت گرسنه هست از راهی دور آمده است، گفت از این خاطر یک روز گفت با که ندارد طاقت میکنم، گفت فردا بعد میخورم. عبدالله ابن جعفر که خیلی آدم سخی بود خود میگه شهر آمد، گفت این باغ کی است؟ گفتن این باغ فلانی است. از دست او میگوید خرید و این باغ به این غلام میگه داد، غلام از غلامیش آزاد کرد. گفت من در همه جا اعلان میکردم که من سخی هستم، لیکن این غلام از من ده سخی تر بوده است. سه نانی که به دست آورد هر سهش هم سگ داد، گفت از من ده گفت این غلام سخی تر بوده است. این سخی ها هستند. السلام علیکم داملا حاجی میرزا، 6 سال می شود که شوهر من در بستر بیماری خواب است. یک چند مراتبه موی سرش را خودم گرفتم، لیکن آدمان میگن که اگر زن موی سر شوهر را گیرد نکاحش بریده می شود. شما از نقطه نظر اسلام این را چه شرح می دهید؟ التماس جوابش را همین روز گردانید. من چند بار برای همه شما اعلان کردم، باز اعلان میکنم همین زنک ها را فتواهاشون را گوش نکنید، زیرا همه اونها بی سواد هستند. هیچ کدام اونها یگان مدرسه تمام نکردند، هیچ کدام اونها یگان مفسر قرآن و محدث نیستند. از این خاطر این زنی که موی سر شوهر می تراشد در حالتی که شوهر احتیاجی به همین زن دارد، به خدا قسم در هر یک تار موی او تو 10 حسنات میگیری، در هر یک تار موی او. این احترام شوهر از همه بالاست. نکاح بریده نمی شود. پیغمبر خدا میگویند اذا غسلت المرأة ثياب زوجها كتب الله لها 1000 حسنه و غفر لها 1000 خطیئه. کدام زنی که اگر لباسهای چرکین شوهر میگیرد و در یک ظرف می اندازد و با دستهای نازک خود می شوید برای احترام شوهرش، برای که شوهرش لباس تازه پوشد، او را برده دستمال میکند و در دست شوهرش میدهد، پیغمبر خدا گفت در هر لباس شستگیت 1000 ثواب در نامه اعمال نویسنده می شود و 1000 خطاهای تو را خداوند کوره میکند به خاطر لباس او را شستن. خوش به حال همون زنی که در این خیل حالت مونیس همون شوهرش می شود، شوهرش احترام میکند، بدن او را تازه میکند، موی سری او را میگیرد، کدام موی هایی که لازم باشد تازه میکند، بدن او را دائم پاکیزه نگه میدارد، بسترهای او را عوض میکند تا که رفیقان او آمده دیده از جایگاه خواب او حتی که چیکار کنند خرسند شوند که چی زنی مسلمانی داشته است. پیغمبر خدا میگوید قمت علی باب الجنه فاذا عامه من دخلها المساکین. من وقتی که شب معراج نزد در جنت بودم نگاه کردم در جنت فقط فقیرها و مسکینها در آمده ایستادند، فقط فقیرها و مسکینها را خدا وارد جنت کرده ایستاده است. و قمت علی باب النار، لیکن وقتی که نزد دروازه دوزخ ایستادم دخلها عامه من النساء، لیکن وقتی دروازه دوزخ را نگاه کردم هر کسی که داخل می شود دوزخ فقط زنها بودند، اکثریت زنها را در دوزخ دیدیم. به خاطر چی است؟
پیغمبر خدا وقتی روز عید این سخن گفت، زنها گفتن به خاطر چی ای پیغمبر اینقدر زنها وارد دوزخ شدند؟ گفت زیرا شما درشت زبان هستین، زیرا شما به سوی شوهرها زبان درازی میکنین، زیرا شما فرزندهاتان لعنت میگوین، از این خاطر شما وارد دوزخ میشید. فرزندی که برای مادرش تیار از جان شدهد، برای مادرش همه دواها را میکند، لیکن همین مادر با چیکار میکند؟ او را هلاک شوی میگوید، لعنتیش میگوید، چی دشنام های قبیح باور که به فرزندها میدهند. این گونه زنها را پیغمبر خدا گفت اکثریت من در دوزخ دیدم. خوش به حال همون زنی که این گونه معامله ها را نسبت شوهرشان میکنند. خوش به حالتان، باور کنین ان شاء الله شما جنت را خریدین. رضا الزوج هو رضا الله. در بعضی حدیث ها آمده است رضاگی شوهر حتی رضاگی پروردگار هم هست. چی رضاگی پدر و مادر هم رضاگی خدا میگن، برای زنها رضاگی شوهر هم رضاگی خدا میگویند. السلام علیکم داملای عزیز، یک سوال دارم. اگر یک انسان فقیر از فقرش نالد، حتی گریه میکند پیش ما، آیا او گناهگار است یا ما التماس ضرور است؟ یعنی انسان وقتی که فقیر باشد و در همسایگیش آدمهای با دولت باشد و او بیچاره گریان و نالان باشد، این حالت همون همسایه ها همون همسایه ها البته گناهگار می شود برای دست نگرفتن این آدم فقیر. لیکن آدم فقیر باید که هیچگاه از فقر شکایت نکند، گریه نکند. در پیش کی گریه میکنی؟ در پیش یک فرزند انسان که از دست این چیز نمی آید. این فرزند آدم تو را بای کرده نمیتواند. اگر امروز یاردمت کند فردا یاردمت کرده نمیتواند. از این خاطر عزیزان ما و شما میگن در طعام خوردن 4 فرض است. اول حلال خوردن، زیرا که پاکی حلق از اعظم فرایض است. دوم رزق را از الله تعالی دانستن، این رزق را از الله تعالی دانستن. سوم به قسمت الله تعالی راضی بودن. بعد انسانی که امروز چی مقدار طعامی که در خانه داری باید که در همون راضی باشی و همون از جانب پروردگار بدانی، در او شکایت نکنی. قصه ها دم یارد که یک مرد فقیر پیشی میگوید یک عالم آمد و میگوید از فقرش خیلی نالید، گریه کرد. این عالم چی گفت؟ گفت آیا تیار هستی که همین چشم هایی که تو داری من با 10,000 سوم همین ها را کافته گیرم؟ گو نه، گو راضی نمیشم. گو راضی هستی که با 10,000 سوم این زبانی که در دهان داری بریده گیرم؟ گو نه، راضی نمیشم. گو راضی هستی که در 20,000 سوم دست ها و پاهات قطع کرده گیرم؟ گو نه، راضی نمیشم. گو راضی هستی که در 10,000 سوم در دستی تو دهم خدا تو را دیوانه کند؟ گو نه، راضی نمیشم. گو مادام راضی نمیشه، با اقرار خودت گفت 50,000 سوم داری تو الحال، 50,000 سوم داری، گفت شرم نمیکنی؟ گفت این نعمت هایی که خدا برای تو داده است، گفت اینا خیلی نعمت کلانن. گفت چرا؟ گفت از فقرت مینالی. یعنی الحمدلله امروز تنی صحت داری، چرا دیگر مثال مینالی؟ بهترین صورتش همین است که نالیدن لازم نیست، فقط به سوی پروردگار دعا کند که خداوند از این ضیقی زندگی، از این تنگی زندگی او را نجات دهد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. انشاءالله اینجا برادرمان قاری امرالدین اشتراک دارن. میخوام در دوام این دقیقه هایی که یک 10 دقیقه که باقی مانده است برای ما غزلی باشد یا چیزی که داشته باشند خوانند.
انشاءالله یک جا دعا میکنیم و بعدا جمعه را میخونیم و خدا خواسته باشد جمعه آینده هم دوام این سوالهایی که همه باقی ماندگی هست برای شما باز میرسانم. مرحمت حضرت. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. در این لحظه های اجابت دعا از پروردگار منان التماس و التجای دعا دارم که همه ما و شما را از عذاب دوزخش نجات بدهد و ما و شما را روز قیامت نامه اعمال ما و شما را خداوند به حرمت آیه فاما من اوتی کتابه بیمینه، خداوند نامه اعمال ما را به دست راست بدهد. پروردگار ما را و این بندگانت که در خانه خودت دست به سوی خودت به دعا می‌بردارند، اینها را خداوند روز قیامت از جمال خودت بی نصیب نگردان. به حرمت آیه وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، و خداوند ما را از شفاعت حبیبت بی نصیب نگردان. و پروردگار ما را داخل جنتی پر از ناز و نعمتت بگردان، جنتی که حیاتی او ابدی است، شادی او ابدی است. انشاءالله اینجا برادرمان قاری امرالدین اشتراک دارن. میخوام در دوام این دقیقه هایی که یک 10 دقیقه که باقی مانده است برای ما غزلی باشد یا چیزی که داشته باشند خوانند. انشاءالله یک جا دعا میکنیم و بعدا جمعه را میخونیم و خدا خواسته باشد جمعه آینده هم دوام این سوال هایی که همه باقی ماندگی هست برای شما باز میرسانم. مرحمت حضرت. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. در این لحظه های اجابت دعا از پروردگار منان التماس و التجای دعا دارم که همه ما و شما را از عذاب دوزخش نجات بدهد و ما و شما را روز قیامت نامه اعمال ما و شما را خداوند به حرمت آیه فاما من اوتی کتابه بیمینه، خداوند نامه اعمال ما را به دست راست بدهد. پروردگار ما را و این بندگانت که در خانه خودت دست به سوی خودت به دعا می‌بردارند، اینها را خداوند روز قیامت از جمال خودت بی نصیب نگردان. و حرمت آیه وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، و خداوند ما را از شفاعت حبیبت بی نصیب نگردان. و پروردگار ما را داخل جنتی پر از ناز و نعمتت بگردان، جنتی که حیاتی او ابدی است، شادی او ابدی است، جنتی که خداوند در هر آیه از قرآن کریم به بندگانش خبر بدهد. در آخر آیه ها خداوند می فرماید فیها ابدا، معیشت جنت. وقتی که جنت خداوند صفت میکند در آخر آیت میگوید که جنت ابدی است. از همه بالاتر نعمت جنت بندگان خدا این است که جنت خداوند جمال خچ برای بندگانش در جنت نشان میدهد. خداوند ما را از جمال خودت با نصیب گردان، ما را نه غم دوزخ و نه حرص بهشت است، بردار ز رخ پرده که مشتاق لقاییم. خداوند ما را از جمال خودت با نصیب گردان.
خوب عزیزان که در این محفل و مکان در این خانه خدا همت نشستید، خوشا به حال شما که شکر حق را که پیشوا داریم، پیشوا چو مصطفی داریم، در این زمانه حاجی میرزا داریم. خداوندا برادر ما را حضرت دملا را همیشه برای ما و شما عمرش خداوندا طولانی بگرداند و برای ما نصیحت کنی اسلام و قرآن برای ما بگرداند. گر همه خواهی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز به قرآن زیستن. عزیزان ما همه بنده خدا هستیم، بازگشت همه ما و شما به سوی خداوند است و روزی می شود که ما شربت کل نفس ذائقة الموت ثم الینا ترجعون را می بینیم و این را می چشیم، به نزد پروردگار یکتا می رویم. پیش از آنی که به پیش پروردگار خداوندی که ما و شما را آفریده است به نزد او برویم، باید که ما عمل در این دنیا کنیم، یک کاری کنیم که به نزد خدا برویم، سربلند باشیم و برای جنتش باید در این دنیا ما و شما محنت کنیم. این روزی که ما و شما نزد خانه خدا آمدیم، این روز بهترین روز است که خداوند در این روز حضرت آدم علیه السلام را زنده کرد و در این روز حضرت آدم علیه السلام را خداوند جان مبارک گرفت و این روز روزی است که خداوند قیامت را در همین روز می‌آورد و خداوند روز قیامت آمدنی است که در آمدن قیامت شک و شبهه نیست. ما را و این بندگانی که در این خانه هستند خداوندا از آن لحظه ای که غیر سایه عرشت دیگر سایه ای نیست، ما را خداوندا در همون سایه عرشت با نصیب گردان. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای همه ما و شما بهترین پیغمبر و پیغمبری که تمام جهان و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین و ما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا و نذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون. پیغمبری که نه فقط برای تاجیکستان بلکه برای تمام مسلمانانی که در جهان هستند باید که به این محمد ایمان بیارن و به قرآن محمد ایمان بیارن و به قرآن محمد زندگی کنن. خداوند ما را از قرآنت جدا نگردان و دل و زبان ما را خداوند به قرآنت زنده بیار. گر همه خواهی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز به قرآن زیستن. خداوند ما را و این فرزندا که در این مسجد شما اکثریت جوانا هستند، رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که 5 چیز را پیش از 5 چیز غنیمت بدانید. یک تش من جوانی است که جوانی را غنیمت بدانید که روز میشه شما پیر میشید. خوشا به حال این جوانانی که در اینجا آمدن این سخنهای خدا و پیغمبر را گوش میکنن، انشاءالله که فایده جنتی پر از ناز و نعمت است. و همه شما عزیزان شعری از حضرت سعدی میرسانم، بعد از آن همه شما را به خدا یکتا میسپارم. اللهم صل و سلم و زد و بارک على رسول الله و آله الاطهار، على رسول الله و آله الاطهار. کجا شد سروری اولاد آدم، کجا شد احمدی محمود خاتم، کجا شد عامی افلاک معراج، به یثرب رفت زیر پرده خاک. به دنیا آمدم من از برای دیدن رویت، شنیدم صد دریغا از خزانت یا رسول الله. دریغا کن می فرخی لقا رفت، گل از گلبنی
باقی وفا رفت. به عجز و ناز آمد آن وفادار، دریغا کو از این داری فنا رفت. بگیرید ای مسلمانان بگیرید، در این ماتم دلی عالم زجارم. به جنت حوریان ماتم گرفتن، که آبی حضرتی خیر النساء رفت، که آبی حضرتی خیر النساء رفت. دمی آخر زبانش امتی گفت، دمی آخر زبانش امتی گفت، به درد و داغ امت مبتلا رفت، به درد و داغ امت مبتلا رفت. ملائکه های عرش و فرش و کرسی همه گریان که شاهی انبیا رفت. بگیرید ای مسلمانان بگیرید، در این ماتم دلی عالم زجارم، در این ماتم دلی عالم زجارم. ابو بکر و عمر عثمان و حیدر فیغان کردن که ماهی آسمان رفت. فلک را دل به حالی کسی سوزد، که از جمعی صحابه مصطفی رفت. نماند در جهان باقی بجز حق، نماند در جهان باقی بجز حق. همه اهلی فنا آخر فنا رفت. حسن ساکن مشو از مدح جانا، که مداحش بسد لطف و عطا رفت، که مداحش بسد لطف و عطا رفت. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. اگر دنیا به کس پاینده می بود، حیات می داشت محمد تا به امروز. اگر دنیا به کس می کرد وفاگی، نمی کرد از آن حضرت جداگی. زنم فریاد گویم تا قیامت، محمد یا محمد یا محمد. اگر عزیزان دنیا و کس پاینده می داشت به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، که از همه نزدیک و خداوند و محبوب خدا بود، او زنده می ماند. که دنیا به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نماند. در این دنیا همه ما و شما غریب هستیم، در این دنیا همه ما و شما مسافر هستیم. حضرت جنون میگوید به زودی توشه کن ای بی خبر عزمی سفر داری، چرا دل بستگی با این جهان ره گذر داری. برای خود چرا داری بنای خانه رنگین، مکان خوابگهت ای بی خبر جاهی دیگر داری. حضرت جامی میگه همه هستند همراه تو تا گور، همه هستند همراه تو تا گور، زن و فرزند و اخوان و زر و زور. دریغا این همه غمناک با تو نیاید هیچ کس در خواب با تو. چی دل بندی در این دنیا که مرداری کلاغان است، چی بنشینی در این منزل که آخر جمله ویران است. تماشاگاه فرعون است، عشرتگاه نمرود است. چی دل بندی در این منزل نکردی تو شیخ حاصل. همه افسانه ها باطل که بازی های شیطان است، همه افسانه ها باطل
که بازی های شیطان است. نگر در باغ و در بستان، عمارت و شهریستان، نظر کن سوی گوریستان، تو را گوید چه فرمان است. نظر کن سوی گوریستان، تو را گوید چه فرمان است. بکن با خیرها کوشش که دوزخ جای سوزان است. بیارن مرکبی چوبین، نه او را افسر و نزی، درونی چادری غمگین، نه او را سر نسامان است. برنده سوی گورستان، جداست خویش و فرزندان، لبی شیرین رخی خندان، خوراکی مار و موران است. لبی شیرین رخی خندان، خوراکی مار و موران است. بیا ای مادری مسکین، بیا ای مادری مسکین، تو بنشین بر سری بالین، بگو دعایم را آمین که دردم را چه درمان است. بیا ای سعدی مسکین، دم بر خاک من بنشین، بخوان تو سوره یاسین که اجری او هزاران است. با گورستان گذر کردی دعا کن، دعا کردی بخاطر یاد ما کن، تا هم روز بگوری تنگ و تاریک، دعا خواهنده ای از ترک و تاجیک. اللهم صل و سلم و زد و بارک على رسول الله و آله الاطهار، على رسول الله و آله الاطهار. اللهم صل و سلم و بارک علیه. پروردگارا ما را لحظه های اجابت دعا از عذاب دوزخ نجات بده. خداوند ما را از شفاعت حبیبت بی نصیب نگردان. خداوند دل و زبان ما را با قرآن زنده بگردان. خداوند دل و زبان ما را از شیطان لعین دور بگردان. خداوند ما را و بندگانت که در این خانه دست به سوی خودت به دعا برداشتن، اینا همه بنده های تو هستند، غیر درگاهت یا فریاد رس ندارند. خداوند باز دعا میکنیم که ما را از همون جنتی که پیغمبرت وعده کرده است که چشمی بیننده ندیده است، خداوند ما را با نصیب گردان. صلی الله علی خیر خلق محمد و علی آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. کمی گذشت از این خاطر اینجا برادرایی که خیر احسان ها کردن انشاءالله جمعه دیگه یادآور میشیم، در حقشان دعا میکنیم. و باز این برادرها از آن جمله قاری امرالدین و دیگر یار و رفیقایی که امرای او هست و اینجا 4 برادر دیگر شب میهمان داشتیم از حصار آمدگی هستند که حتی برادرهای ما در روسیه هم گفتن در حق ما دعا کنن. یک جای در حق همه این مهمانهایی که در مسجد ما هستند و دیگر برادرهایی که در اینجا حاضر نیستند امید دعا دارند، دعا کنیم که خدای مهربان قدم این مهمانها را در این مسجد ما پرفیض و پربرکات بگرداند و خدا در هر قدم اینها حسنات کتابت کنی و همه مرادها و مطلوبهایی که دارند خدای حاصل بگردانی. و برادرهایی که در روسیه هستند و در دیگر منطقه ها هستند، چه از برای کار کردن و چه برای طلب علم، خدایا صحت و سلامت به خاندان به مرادهای حاصل شده پس بگردانی. و دیگر برادرهایی که از زندان هم به ما خط کردند که در حق ما دعا کنید، خدایا اون برادرهایی که در زندان ها امروز محبس هستند اونها را خدای مهربان اخلاقاشون حمیده بگردانی، رفتارهاشون رفتارهای نیک بگردانی
و صحت و سلامت به نزد پدر و مادر و فرزند و عیالشان باز بگردانی و تمام این بندگانی که در اینجا اشتراک دارند خدای مهربان همگی را توفیقشان را رفیق بگردانی، عمرشان را دراز بگردانی. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار برحمتك یا ارحم الراحمین. همه تان خوش آمدین. خدا همه شما را نگه بدارد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه دعوة تامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك. یک برادر مثل ما و بیچاره خیلی سوادش البته ناکامل بوده است، یک چند حدیث با برای ما دلیل کرده است، آورده است که در همین نمازهای تیزی که شما میخوانین در نماز جمعه نزد خدا در مسئولی گفته، خیلی تهدید منم کرده است. اون بیچاره و حدیثی تو گفته افضل الاعمال احمزها، او حدیثت موضوع آخه بزرگترین عملها گفته است پیغمبر، گویا گفته باشد پیغمبر که عملی که مشقت دارد این در موضوعات علی قاری است. اگر او قدر ملا باشه، ما به خاطر این مردمی که مثال در بیرون ها نشستگی هستند، بالاهای خنکی در نشستگی هستند، یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر هست. خداوند همه وقت آسانی را میخواهد، هیچگاه مشکلات نمیخواهد. ما برای آسانی برای مردم مثالی قوم در ما جوابگریم و این خاطر ما نماز تیز میخوانیم و الا ما نمیدانیم که تیز خواندن نماز گناه است. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وإليه المصير آمين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار برحمتك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس إذا قيل لهم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله، والله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم اجعل الخير اعمالنا خواتمها و خیر ایامنا یوم لقائک. پروردگارا بهترین عملهای ما همون عملهای را قرار ده که نزدیک به مرگ آن را انجام بدهیم. خدایا بهترین روز عمر ما همان روزی را قرار ده که با تو روبرو می شویم. خدایا عیبهای ما را در روز قیامت پوشیده بدار و ما را شرمنده نزد اولین و آخرین مگردان. خدایا نامه اعمال ما را در روز قیامت به دست راست دادن را نصیب روزی بگردان. خدایا ترازوی اعمال ما را سنگین و وزنین بگردان. الها ما را داخل جنت جاودانیت گردان. آمین و رب العالمین. بابا حسین آمین. یک آمین کنین شما مکتوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة. إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم. فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. إنا كنا مرسلين. أمرا من عندنا. إنا كنا مرسلين رحمة من ربك. إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحیم. که ای بیچاره مسکین آدمی زاد. که ای بیچاره مسکین آدمی زاد. کم سازی چرا از حال خود یاد. کم سازی چرا از حال خود یاد. که آخر من
چاک گریبانی کفن افتاده سچاک که رزه چشمها از کاسه سر نبانن استخوان و گوش در بر نبانن استخوان و گوش در بر اللهم صل وسلم وبارك عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. جابت فدای قد بالای محمد جابت فدای قد بالای محمد باگ سوی مشکین و سمسای محمد. جبریل جلو داری براق شب مراج جبریل جلو داری براق شب مراج حورا صفی در صف به تماشای محمد حورا صفی در صف به تماشای محمد. خورشید گرفت خوشه از خرمن حسنش محروی کنان بوسه زد از پای محمد محروی کنان بوسه زد از پای محمد. تشریف زمینش همه را والا نموده تشریف سما جمله به غوغای محمد تشریف سما جمله به غوغای محمد. شد گلشن عالم ز طفیل گل رویش از شوق همه بلبل گویای محمد از شوق همه بلبل گویای محمد. آمد به قدش خلعت لولاک موافق تاج بسرش قوس و ودنای محمد تاج بسرش
قوس أودنای محمد فردا که کند جلوه به بازار قیامت فردا که کند جلوه به بازار قیامت محشر شود روز به تماشای محمد محشر شود روز به تماشای محمد از بحر شفاعت به همه امت عاصی از بحر شفاعت به همه امت عاصی بندد کمری همت علای محمد بندد کمری همت علای محمد خاک قدمش سرمه به چشمان جنونی کوه اسب جان والو شیدای محمد کوه اسب جان والو شیدای محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لا تبلغن في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور کجا دنیا به کس جای سرور است کجا دنیا به کس جای سرور است متاع زندگانیش غرور است به دعوی اللسان از بزم فوفور به آخر میرسد در خانه گور
وبفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وبعثنه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار طيلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت
وإذا الموءودة سئلت بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحیم. هوشدار که مرگ تیری سوزان دارد، هوشدار که مرگ تیری سوزان دارد. کن توبه از جرم ها که زندان دارد، کن توبه از جرم ها که زندان دارد. دنیا چو عروس، دنیا چو عروس، اگر چه خندد امروز، فردا به ستم هلاک دندان دارد. فردا به ستم هلاک دندان دارد. روسوی خاموشان، روسوی خاموشان، بپرس از خاک از تیر اجل هزار پیکان دارد. از تیر اجل هزار پیکان دارد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا
لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. افسوس که ایام شریف رمضان رفت، افسوس که ایام شریف رمضان رفت. سید به یک مرتبه از دست جهان رفت. فریاد کسی پاره این ماه مبارک از دست به یک مرتبه از دست جهان رفت. شد زیر و زبر چون صفی مژگان صفی طاعت، شد زیر و زبر چون صفی مژگان صفی طاعت. شیرازه جمعیتی بدار دلا رفت. به قدر ایمان چون نشود فاش به عالم، به قدر ایمان چون نشود فاش به عالم. ماهی که شبی قدر در او بود نهان رفت، ماهی که شبی قدر در او بود نهان رفت. برخاست تمیز از بشر و سایر حیوان، برخاست تمیز از بشر و سایر حیوان. آن روز که این ماه مبارک زمیان رفت، آن روز که این ماه مبارک زمیان رفت. با قامت چون تیر در این معرکه آمد، با قامت چون تیر در این معرکه آمد. از بار گناه با قد مانند کمان رفت، از بار گناه با قد مانند کمان رفت. برداشت ز دوش همه کس بار گناه را، برداشت ز دوش همه کس بار گناه را. چون باد سبک آمد و چون کوه گران رفت، چون باد سبک آمد و چون کوه گران رفت. چون اشک غیوران به سرا پرده مژگان، چون اشک غیوران به سرا پرده مژگان. دیر آمد و زود از نظر جان جهان رفت، دیر آمد و زود از نظر جان جهان رفت.
تا آتش جوع رمضان چهره برافروخت، تا آتش جوع رمضان چهره برافروخت. از نامه اعمال سیاهی چو دخان رفت، از نامه اعمال سیاهی چو دخان رفت. از رفتن یوسف نرود بر دل یعقوب، از رفتن یوسف نرود بر دل یعقوب. آنچه که بصایب زیبدای رمضان رفت، آنچه که بصایب زیبدای رمضان رفت. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وأتباعه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.